دانشکده تکنیکی دولتی تاشکند یکی از بانفوذترین مسکن‌های علمی پایتخت به شمار می‌رود. قهرمان ما مدیر کافدری کیمیای عمومی دکتر فن‌های کیمیا پروفسور گلناره اکمل جانونا یکی از استادان صاحب تجربه این درگاه می باشد. مکتب میخواندگی وقتم نانا جانم کیمیا بیولوژی معلمش بودن. یکم استادم نانا جانم گفته حساب میکنم چونکه بیولوژی کتی کیمیا وابسته هم دیگرش کتی دائما هم برای بیولوژی ناز میدم کیمیا فنشم جدا حواس کرده. کیمیا معلمامو جدا طلبچان معلم بودن و کیمیا با قزقشم مول بودگیش برای همین فن با حواس کردگیم برای کیمیا مثلا تجربه باشه خودم میکردم درس بایم من لابراتوری درس با کیمیا لابراتوری درس شدگی وقت فقط من برامده همین تجربه باشه بجرمش کردگیم با و معلمم جدا من ناز میدن همین سبب شد که کیمیا بیولوژی حواسم مول شدگیش برای این فن من کلاجک بعد خودم با ریجه کردم همین فهم و ایچه همین معلم درجهش با بدتر سکن مثلا انیورسیت با درس میتیم گفته از مکتب سولاش با حواس کردگی من. پروفسور گلناره اختیارова غالب بهترین لایحه اینوواسیونی در مابین عالمه ها به شمار می رود. همزمان سال 2018 غالب آزمون بهترین آموزگار از فنهای طبیعی را هم صاحب گشته است. سالهای آخر او آیدی فن کیمیا و نوگانی ها در این ساحه دستور تعلیم را چاپ نمود. شاگردا این مایه اساسی دوامچامو چونکه من اویله به فرزندامو دوامچی باشد کارخانه بیم اگر شاگردامو این مایه کارامو بالا گیته من چوق به گیته برامده حیات بایم مشغول شدنامو به اساسی سبب چه شاگردا حساب میکنند. من خودم استادم من انیورسیت به خواندگی وقتم من مکتب طلا مدال کتی تمام کردگی من به بخارا دولت انیورسیتش به صحبت اساسش به درآمدگی من. عالمه راهبر علمی چندین عالمانی جوان می باشد. تا حال 3 نفر شاگردش PhD حمایه نمود. زیاد از 10 ها شاگردانش تحقیقات های علمی می برند. استاد اختیار گلناره اکمل نکته عمومی کیمیا کافدرش به مهندس تکنولوژی فاکولتت کار کردیم. من موضوعم اساساً استادم کته اپس میلیفیرا جانسیس اصلار اپس پادمون پیچیدن خطیق تازه میگریم و خطیق تازه قطع مودیفیکاسیون کارت طوری خل بینتانیتو نه بخور بینتانیت دیگه بود کالیزاوت بینتانیت هست او باشه تازه تکنیکی حالت میبیاریم چونکی حاضرگی روز به آبای آقای تازه کار این مهم دالزه ما حساب میشود. آن موچون من همون موضوع گیته استادم من همین موضوع کته کار خودیم نفهمیدگی جایمه میپرسیم و گلناره اکمل کار خودیم اونو ما خرسم من و عالمی جوان در راه علم کامیابی ها یار باشد. خود عیان است که شاگرد چنین عالمه نامی بودن هم شرف است. زیرا گلناره اختیارova تا امروز زیاده از 300 مقاله های علمی انشا نموده، بیش از 50 مقاله های پروفسور در مملکت های دیگر چاپ شده است. گلناره اکملовnani olib borayotgan ilmiy faoliyatlariga, o'quv ish faoliyatlariga havasimiz keladi va ulardan o'rnak olgan holatda o'zimiz ham ma'lum darajada ilm, bilim, ko'nikmalarni olib ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Kafedramizni rahbarlik sifatida olib borilayotgan ishlarida demak oqilona o'sha har taraflama professor o'qituvchilarga yondashgan holatda ilmiy faoliyatida yoki bo'lmasam o'quv faoliyatida ma'naviy ma'rifiy ishlarimizda juda ham ahil birdamlikda ish olib boramiz. Olib o'tgan ilmiy faoliyatlari natijasida hozirgi kunda bir nechta ixtirolar, patentlarga egalar, shuningdek tuganmas hozirgi kunda o'quv qo'llanmalari, darsliklari kutubxonalarimizni, respublikamizda tahsil olayotgan texnika yo'nalishi bo'yicha talabalarni bilimlarini olish uchun chop etilib kelinmoqda. دکتر فنهای کیمیا پروفسور اختیارova گلناره اکمل جانونا با دانشجویان از سیر اسرار فن کیمیا معروضه می‌خواند
مشغولات عملی می‌گذراند. دانشجویان را از سنجش و امتحانات می‌گذراند. برای این البته دانستن آمادگی طلبگان به علم، به کسب و هنر مهم است. به قلب شاگردان چنگ انداخته شوق و ذوقشان را به معرفت بیدار ساختن ضرور. استادی که از همه اینها با خبر است، مسئولیت کار را قلباً احساس می کند و وظیفه خود را چون رساله ادا می نماید. من universitet ба хондагии солам ба мана устозам Олтин Музаффарович Ёриев кутаги Олтин номашонам Тилло, худашонам Тилло, номашонам худашон ба мос буд. Ҳамма то ҳолия масалан ки устозатон гет ман фахр карди Олтин Музаффарович дасташон ба ман билим гитаги ман, илмӣ кор кардаги ман гӯям агар ҳамма хурсанд мешуд ва инсона ҷуда ҳурмат карда да эсаш мебиёрад. Садбан зиёд шогирдошон буд. Ман eng yosh fan nomzodi кардагим ба президент стипендият шудаги ман. Он кас ман кати фахрламиш мекардам доимо. Он каса умидашона, ишончашона, мо ба ҷуда илмашона ҳама кардаги таҷрибаошона мул ёд медодан ва ман ҳам каса дасташона гита ҳам каса шогирдашон будагим барои фахрламиш мекунам доимо. من اکنون خودم هم شاگرد برار داشتیم اون کسب چطور قیم بودگیشه حاضر در خیالم میبیاد چون که من حاضرم بسیار زیاد شاگردم هست این شاگردام دائما من استادم گفتگی گپم میگم فقط یاد دادنش ماست اونا با هم دستش بنگیته همون تجربه کننده همون تجربه اساسا فهمش برسیده این همون تجربه کردنش کار نباشد وای بیو کیمیاگر نمیشد اگر وای تجربه نفهمیده ندانسته کند اگر و هیچ قناق نتیجه نمیتید به نتیجه میشد همین برای من میگه شاگردام حاضرگی روز بیام فقط خیمیا نظریش میدانستگی شاگردای خودم میگیرم من فرزندام هم دو تا فرزند دارم دختر پسر دخترم نرگیزه خان من نزدیکی به دیسرتاسیش اکونومیکا بود اقتصاد بویچه حمایت میکند خدا خواهد و هم خودم بر این عالمه خودم کارم من دیسرتاسیش چطور نیستن اون دخترم با دائما یاد میتیم نشان میتیم مقاله هاشون میبردم و کمک میکنم یاردم میدم سرم من ترانسپورت نه universitet تمام کردگی یعنی تمر یول ساخیش با کار میکنم موفقیتش جدا مول در جریان مشغولیت‌های نظریوی و عملی دیگرگونی‌های ساحه را به طالب علم چقور می‌آموزاند. مأموریت باشد به مسئله اساسی دانشکده یعنی برای پخت آموزانیدن سر و اسرار کیمیا و در آینده برای رواج و رونق وطن خدمت کردن طالب علمان و با ثمر کار و پژوهش بردن پروفسوران همه گونه شرایط را مهیا ساخته است. نرگس پی نظاره شود دیده سراپا از بحری تماشا از شرم جمالی تو شده یوسف مصرین در زاویه چا سودای تو دارم به سروام قوز را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سروام قوز
در جمهوری ازبکستان در مکتب‌های تعلیم همگانی تعلیم و تربیت به 7 زبان راه اندازی شده است. یکی از آنها زبان مادری ما به شمار می رود. الان در 250 مکتب تعلیم به زبان تاجیکی برده می شود. خوانندگان با کتاب‌های درسی پر تامین شدند. خوشبختانه در ساحه تعلیم هم دیگرگونی‌های نظررس عملی می گردد. کتاب‌هایی که در آینده در اساس دستور ملی نوشته می شوند، این به واسطه من هم برای انکشاف دادن تفکر، انکشاف دادن شعور و به واسطه پس از برای شناسی با موادهای تعلیمی به خلاصه های منطقی آمده فکر خویش را بیان کردن را افاده می نماید. من از این جهت کتابی در اساس دستور ملی نوشته شده از کتاب‌های در عمل بوده جهت‌های برتری و افضلیت‌ناکی را دارد. باید تاکید کرد که به زبان تاجیکی و زبان‌های برابر کتاب‌های درسی، کتاب‌های راهنمای معلم یعنی متدیکا، این چنین دفتر مشق و به واسطه در اساس همین کتاب‌های درسی و متدیکای آن ثبت‌های آدیویی و ویدئویی نوشته تیار کرده شده است. خوانندگان در اساس همین کتاب‌ها امروز با نام نو سواد آموزی زبان مادری و خوانش همین در صنف‌های زینه‌های ابتدایی تحصیلی با علم مشغولند. دفتری مشق خط، موادهای تعلیمی آدیویی، ویدیویی، ویزوئالی فنی، سواد آموزی زبان مادری و خوانش ادامه دارد. O'zbekiston Respublikasida o'zbek va qardosh tillar o'qitiladigan umumta'lim maktablar bor. Yangi avlod maktab darsliklari farzandlarimizga tilshunoslikni emas, tilni amaliy, hayotiy, jonli ona tilini o'qitishda shunga qaratilgan. Va bizning asosiy maqsadimiz grammatikadan butkul chiqib ketish emas, grammatikani sahna orqasiga qolamizda, u sahna orqasida qoladi grammatika, masalan, ona tili o'qitishda ham. Lekin hayotiy ko'nikmalar, bolani ko'proq kommunikativ yondashuv asosida so'zlashishi, ya'ni muloqotga kirishishi aynan hozir bizda asosiy maqsad qilib qo'yilgan. درکی شنوایی، گفتار، خواندن و نوشتن، آموزش فنی سواد آموزی زبان مادری و خوانش را تشکیل می دهد. دانش آموزان توسط از خود نمودن باب و فصلهای فنی سواد آموزی زبان مادری و خوانش 4 شکل فعالیت نطقی را از بر می نمایند و هر یک صنف وابسته به طلبات اساسی معیارهای ملکه و تجربه های خویش را می افزایند. دانش و ملکه خویش را در جریان خوانش، مهنت و عائله، اینچنین در جایهای عموم جمعیتی در حالت و وضعیت‌های مختلف نطقی به طرز مستقل و آزاد در مورد رد و بدل فکر و بیان آن در عمل تطبیق می‌نمایند. ناگفته نماند که این اولین کتاب‌هایی که تا این وقت نوشته نشده بود در اساس فرمان و قرارهای راهبر دولتمان این به عمل برآورده شد. ضمیمه به این کتاب‌ها مولتی میدیاها، اودیوها و ویدیوها نیز از طرف مؤلفان نوشته تیار کرده شد. زمان فرا رسید که با برابری تعلیمی درسخانگی مکتبی، تعلیم فاصلوی به راه مانده شود. تعلیم مسافوی به دوش آموزگار وظیفه وامی گذارد که او در این جاده صلاحیت کسبیش را وسعت دهد. تا سال 2026 زینه به زینه دستور ملی به زبان تاجیکی آماده کرده دسترس کرده می شود. من وقتی که همون برنامه و کتاب ها را براندازی کردن باشد، آنجا آموزگار می بیند که از آن فرق دارد. جهت های فرق کننده آن در چیست؟ من فرق اول در باب فصل ها، تماما فصل ها نو، باب ها نو، موضوع ها دیگر است. اینجا همون دستور ملی که برنامه آورده شده است، همگرایی
بابها همگرایی فنها در نظر دیده می شود. من همینطور از صنف 1 سرکرده تا صنف 11 بابها نام یگانه دارند و بابهایی که همون با نام یگانه از صنف 1 سرکرده تا صنف 11 قطعی نظر کدام فن باشد هم وابسته به همان فن چکار میکند؟ علم آموزش. من همه این موادهای تعلیمی با واسطه مکالمه، با واسطه صحبت و فعالیت طرفین یعنی هم آموزگار هم به واسطه چیکار میکند؟ دانش آموز نسبت آموزگار فعالیت نشان میدهد. من همینطور زینه به زینه میرود. برنامه تعلیمی فنی سواد آموزی زبان مادری و خوانش برای تشکل دانش، ملکه و مهارت دانش آموزان صنف‌های ابتدایی اساس گذاشته به تعلیم من بعده آنها زمینه می‌گذارد. در جریان خوانش نه تنها مضمون متن تحلیل کرده می شود، این چنین جهت‌های زبانی آن نیز آموخته می شود.